سلام دوستان، حال شما چطوره؟ من کیان هستم، اومدم از کانال حکم یه سری هاردکور جدید رو از ماینکرافت شروع کنیم با هم. امیدوارم که لذت ببرید در این سری و از این سری و امیدوارم که زود نمیریم در این سری. بله خب بچه ها، میریم که شروع کنیم. اسم بردم میذاریم. خب بچه ها بریم ادامهش. دیگه دارم من موسم یه مشکلی پیش اومد. بله بریم حالا این کولا رو بکنیم. خب این غذا رو بده به ما. کافی نیست، نه کافی نیست برامون. اوکی باید سریع بریم پیدا کنیم، سریع بریم. اوه ایوه ایوه، واقعا جون سری رو نجات دادین شما. دمتون گرم. آره اوکی، اونجا هم هست یه دونه. ایوه میتونیم الان یه تخت هم بسازیم راحت. شب لعنت تو روحت. خب بمیر دیگه. خب 8 تا بیف گرفتیم الان. خوبه دیگه. الان همینجا فعلا اتراق میکنیم تا حل شنبه چیمون. اوکی خب واسیم تا غذاها همین بسه فعلا برامون. بریم الان فعلا نیاز نداریم بریم. اوکی بریم سریع باید یه ویلج پیدا کنیم، بعد بریم ماین کنیم. اون ماین کردن دیگه احتمالا میفته برای اپیزود بعد. خب یه گاو اونجاست، اونجا هم گوسفند هست. او 2 تا گاون. خب میشه دی، خوبه الان به نفعمونه. ممکنه این ور ویلیج هم باشه ولی خب ممکن اون ور هم باشه. اینجا هم یه کیوه. بسین اینا همینجا تخت رو بذاریم بخوابیم سریع. یا ادوانسمنتش هم گرفتیم. اوکی خب چون ریسپان پوینت نداره مهم نیست دیگه. داخل هاردکور اگر بمیری شما ریسپان نمیشین دیگه. همین ریسپان پوینت ست نمیکن. خب اینا بکش. اوکی تا بمیر. خب دیگه گوسفند نیست. چرا اونجا هم هست. اینجا کیو این؟ نه کیو نیست، بومبستی بیش نیست. خب بریم این شیپا هم بکشیم. این از این اینم از این. چند تا الان داریم؟ 18 تا با 9 تا. خوبه دیگه الان زنده میتونیم بمونیم تا اون موقعی که ویلیج پیدا کنیم. خدا کنه سریع هم پیدا کنیم چون اصلا خوب نیست همینجوری فل بداهه. واقعا همینجوری بری. خوکان نمی کشیم دیگه، خوک نیازی نداریم. وقتی گوسفند و ویلیج. ای دوستان ویلیج پیدا که انقدر خوشحال شدم. خب خب ایول واقعا خوشحالم بسیاری.
میتونست. اوه یه قارم اینجا هست، چه بیده چه اسپانی. من نظرم پس میگیرم بدترین اسپان. 2 تا دایمند هم داره، خیلی خوبه. ادوانسمنت دایمند هم گرفتیم. اوکی تا الان ما میتونیم هو دایمندی بسازیم و خب غذای بینهایت هم داریم الان دیگه. اوکی همچیمون حله با این ویلیج. و توی نسخه جدید ماینکرافت هم گفتن که باید حتما ویلیجر، یعنی اگر شما یه لایبرری خواستین بزنید ویلیجر باید حتما از بایوم خاصی باشه. مثلا اگر مندینگ میخواین باید بله خب بله یه آب چیه اینا اسمشون یادم رفت چی بود واقعا اسمش یادم. اوه این چنتد گلدن اپل واقعا چنتد گلدن اپل گرفتیم. ای بله خوبه خیلی خوبه. چسپلیت مندینگ دار ولی خب گلده اون داخل باسن خود فرو کنید. خب خب او امرالد هم گرفتیم دیگه. تو واقعا چه ویلیجیه این. همینجا اتراق میکنیم دیگه، همینجا اتراق میکنیم تا یه روزی که خودمون بیس خودمون رو بسازیم. بله تا اول نونو بزنیم. اوکی خیلی از نون میتونیم استفاده کنیم ولی این گلم بزنیم اینجا که الان ما میتونیم همه چیمونو بذاریم تا دیگه خودمون ارگنایزشون کنیم. این گلد و اینا آیرن، اولین آیرن هم گرفتیم دلم به دردمون نمیخوره. اونجا هم یه آیرن گولم بود میتونیم بکشیمش. بعد گوشتم در بیاریم نزی. خب باید میسیم تا اینا چیز چند همینجا میخواد بدن. خب دوستان همینقدر بسته دیگه فعلا. ولی اینکه این چند تا گلدن اپل گرفتیم واقعا خیلی خوبه. این چی میفروشه؟ او 3 تا امرالد، یه عکس آیرن امرالد. ایول خودمون داریم 3 تا امرالد از خودشون برداشتیم الان میریم قشنگ دزدی. اوکی اینجا ماینکرافت دیگه میتونیم دزدی بکنیم راحت بدون قانون راحت. خب سلام خوبی از خود این ویلیجر عزیزمون. خب این چی میفروشه؟ این کلی. اوکی یه خونه باید داشته باشی تو درسته؟ آره اینا خونهش. شاید در اپیزود بعدی برم. خب دوستان این بود از این اپیزود، امیدوارم که لذت برده باشین. اپیزود بعدی میریم سراغ ماین کردن و فکر کنم اگر تونستیم دایمند هم بگیریم. حالا نمیدونم
اول آیرون که گرفتیم شاید اگر وقت شد بریم برای دایمند. امیدوارم که خوشتون اومد باشه. یادتون نره که ساب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید اگر خواستید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.